با درود خدمت شما، هاتسون هومن رایی هستم. بالای 20 سال هست که در صنعت ساختمانسازی در کشور استرالیا در حال فعالیت هستم. در قسمت‌های مختلف خصوصی و دولتی کار کردم و در حال حاضر به عنوان مدیر عامل شرکت آماسکو و چند شرکت دیگه فعالیت می‌کنم. خیلی مفتخر هستم که در خدمت شما باشم و تجربیات خودم رو در این سالها در اختیارتون بگذارم. دولت استرالیا قصد داره که تا سال 2050 جمعیت کشور استرالیا رو افزایش بده به حدود 40 میلیون. یعنی در 25 سال آینده دولت استرالیا قصد داره که جمعیت این کشور رو در حدود سالی تقریباً 1 میلیون افزایش بده. این معنیش این هستش که ما نیاز داریم که ساختارهای زیربنایی این کشور رو بسازیم و همچنین تقریباً 70% از این جمعیت رو از مهاجران قراره که تشکیل بدیم. برای همین هستش که دولت استرالیا این ویزاهای مهارتی رو خیلی پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه و تشویق میکنه از شما دوستانم که هم تجربه هم تحصیلات در زمینه‌های مختلف دارین مشارکت بکنید.